الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله قال في خطابه: إنما الخمر والميتة إن الله ورسوله حرم الخمر والخنزير والميتة والأصنام، وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش از آنی که صحبت امروزه را آغاز کنیم، یک جای با شما در این ساعتهای قبول دعا دست به سوی پروردگار میبرداریم و از پروردگار خود خواهش میکنیم و دعا میکنیم که خداوند آن آرزوهایی که در دل ما بندگانش هست، خداوند این آرزوهای ما را برآورده بگرداند و خدای مهربان ما را چنان توفیق نصیب بگردان و چنان قوت برای ما نصیب بگردان تا که از حلال کرده های تو خوریم و از حلال کرده های تو بنوشیم و ما را خدای مهربان به حرام خوردن و حرام نوشیدن نزدیک نگردان و خدایا ایمانهای ما را با سلامت نگه بدار، قبرهای ما را خدای مهربان منور بگردان، عاقبت کار همه ما بندگانت را خدایا به خیر بگردان و در هر قدم هایی که به سوی این مسجد گذاشتیم خدایا نیکی و حسنات را کتابت بفرما و تمام گناه های ما بندگانت را خدای مهربان با فضل و کرم خودت مغفرت بگردان و جمهوری ما را خدای مهربان آرام بگردان و زیبا بگردان و پیشرفت در این جمهوری ما پروردگار را پیدا بگردان و تمام رهبران ما را خدای مهربان عدل انصاف و شعارشان بگردان، توفیقشان و رفیق بگردان، علی الخصوص رئیس جمهور خدای مهربان عمر دراز و تنی صحت و در جمیع نیتهای نیکی که برای آبادانی این تاجیکستان دارد خدایا موفقش بگردان. آمین یا رب العالمین. شما در لقمه هاتان احتیاط نداشته باشید، میگوید حتی میان هاتان خمم کی شود خدا این عبادت های شما را قبول نمی کند. حبیب خدا میگوید ما احل الله فی کتابه فهو حلال و ما حرم فهو حرام و ما سکت عن اشیاء رحمتا بكم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها و تلا رسول الله صلی الله علیه و سلم آیت من سورة مریم و ما کان ربک نسیا. پیغمبر خدا گفت آن چیزی که در کتاب حلال آمده است وای حلال است، آن چیزی که در قرآن شما حرام آمده است وای حرام است، آن چیزی که در قرآن شما ذکر نشد، یعنی یا طعام باشد یا گوشت حیوان باشد، اگر خداوند در قرآن یاد نکرده باشد این معنای او را ندارد. پیغمبر خدا میگوید که خداوند از او فراموش کرده باشد. و رسول اکرم خواندن و ما کان ربک نسیا. خدا در سوره مریم گفت پروردگار شما فراموش خاطر نیست. هر چیزی که لازم بود در کتاب و خداوند قید کرد. فلا تبحثوا عنها، شما از او جستجو نکنید دیگر. و یحل لهم الطیبات، سوره اعراف است. و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. پروردگار میگوید ای بندگان من میدانم
من میدانم وجود شما را میدانم که کدام طعام کدام شراب در وجود شما میگوید، کدامش برای شما بی ضرر است، کدامش برای شما فایده آور است. از این خاطر من حلال کردم برای شما آن نعمت‌هایی را که در وجود شما بی ضرر هستند، ضرر نمیرسانند، و حرام گردانیدم آن طعام و مشروبات را که در وجود شما ضرر رسان هستند، اونها را برای شما من حرام گردانیدم. این پروردگار میدانست که این عرق، این خمر برای بندگانش، برای وجود انسان ضرر آور است. این زهر قاتل است. ضررش امروز هر کدام شما حس میکنید. آدمهای عرق نوش دیدن برابر شما حس میکنید که عرق چی ضرر دارد. آدم عرق نوش نه قدر دارد نه قیمت دارد. آدم عرق نوش نه زنی حلال دارد، نه فرزندی حلال دارد، نه خانه حلال دارد، نه قدر قیمت در نزد زنش دارد، نه در بین یار رفیقش دارد. این ضررهای وی همه شما امروز مشاهده میکنید. خداوند به حکمت هیچ چیز را حرام نمیگرداند. هر چیزی را که حرام گردانیده است و یک ضرر البته برای بندگان خود دارد. حضرت طارق ابن سوید میگوید سألت النبی صلی الله علیه و سلم عن الخمر، من پیغمبر خدا را از عرق پرسان کردم. حضرت طارق میگوید فقال فنهاه، حضرت طارق میگوید مرا من کرد که به خمر نزدیک نشو، به عرق نزدیک نشو. فقلت یا رسول الله انما اصنع ما للدواء، ای پیغمبری خدا من این عرق را تیار میکنم به خاطر دواییش، به خاطر که شفا هست. این طارق به سوی پیغمبر گفت حبیبی خدا گفتند انه لیس بالدواء لکنه داء. ای طارق گفتند ای امت من شما دانا باشین، گفت این عرقی که تو میگویی شفا هست، این عرق شفا نیست. گفتند این بلکه گفتند داء است، این درد است. گفتند این درد را زیاد میکنند. ان الله لم یجعل شفاءکم فيما حرم علیکم، پیغمبر خدا میگوید در آن چیزی که پروردگار او را حرام حکم کرده باشد در او شفا ندادگی هست، اون در شفا نیست. گفتند شما از آنها شفا نجویید. افسوس که امروز بعضی از شاید طبیبهای گمراهی ما، بعضی از بندگان گمراه شاید گویند که این عرق شفا هست یا در فلان درد دوا هست، حالان که پیغمبر خدا گفته ایستاده است که در آن چیزی که خدا حرام گفته است در او شفا نهادگی نیستند. ان الله انزل الداء و الدوا، پیغمبر میگوید خداوند هم درد را فرستاد هم دواش فرستاد، هم درد را فرستاد هم دوا برای او فرستاد. امروز دواهاش در داروخانه ها وجود دارد. هر دردی که ما و شما داریم، از کدام وجهی که چی سردرد باشی، چی روده درد باشی، چی معده درد باشی، چی پا درد باشی، چی میان درد باشی، از برای هر کدام این پیغمبر خدا گفت خداوند باز دواشم روان کرده است. این دوای او وجود دارد. و جعل لكل داء دوا، پیغمبر گفت از برای هر یک درد دوای وجود دارد. فتداووا، دوایی کنید. گفتم پیغمبر روید بیمارخانه ها روید، گفت پیغمبر خدا از داروخانه ها دارو خرید استفاده برید. ولا تتداو بحرام، یکی پیغمبر تاکید کردن که با داروهای حرام، با حرام کرده های پروردگار شما هیچگاه تبابت نکنید. آن چیزی را که خدا حرام گفته است با او خودتان تبابت نکنید، زیرا در حرام کرده پروردگار دوا وجود ندارد. گاه میشنویم که برای فلان درد فلان طبیب ما را اجازت داد که از همین عرق استفاده بر همون درد نابود می شود. یکی شما عاقبت این فهمید که یک بار دو بار که شما برای طبابت که نوشیدید الکی وجود شما آموخته می شود، الکی وجود شما دیگر عرق می خواهد، خمر می خواهد. شما با این راه الکی می نوش می شوید، عرق نوش می شوید.
دیگر از رحمت پروردگارتان دور میمانید. از این خاطر در این شفا نیست. پیغمبر خدا تأکید دارند تتداووا، دوایی کنید، ولا تتداووا بحرام، لیکن با حرام های پروردگار دوایی نکنید. هر بیمار البته امروز هر یک درد امروز به خود شفا دارد. چی با طریق خمر میبینی امروز تبابت کردن، چی با طریق همون جاربهای مزار در تنهاتان میمالین. این هم یکی از نوع حرام ها هست. با اینها شما هیچگاه تکیه نکنید، هیچگاه به خاک او، با شاخ درخت او، با جاروب او در بدنهاتون نمالید. اینها شفا ندارند، اینها همه درد هستند. با این رویه پیغمبر خدا میگه دواییش حرام است، ممکن نیست. برای چی بعضی عزیزان ما و شما همون نسخه تمار را نویسانده شمن کردن؟ زیرا که همون بیماری از همون تمار دهنده شفا را ببیند. میگه تمار فلانی را گرفتم، همان تمار برای من فایده داد. اگرچند که امروز نویساندن تمار آیت قرآن باشد باکی ندارد، عزیزان ما و شما میگویند، لیکن همون هم باید شفا را از پروردگار ببیند. آیتی را برای شما جمعه پیشین تلاوت کردیم که معنای آیت آخران مرحله حرام شدنی خمر بود. این سوره مائده بود که چگونه که حضرت عمر دعا کردند. اول آیتی که آمد حضرت عمر با او کفایت نکرد، دوم آیتی که آمد با او کفایت نکرد، بلکه دعا کرد که اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، خدایا در همین خمر، در همین عرق برای ما روشنتر آیت روان کن. سوم آیتی که آمد انما الخمر والمیسیر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسير ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. این آخران مرحله آیتی که برای حرام شدن خمر آمد، انا همین آیت بود که خداوند صراحتاً برای همه بندگان خود اعلان کرد که بدرستی این که عرق، قماربازی، فالبینی، بت پرستی رجس من عمل شیطان، اینها پلید هستند. ببینید یک مفسران میگویند که خداوند خمر را، عرق را، قمار را در ردیف بت پرستی آورد. یعنی چگونه ای که بت پرستی، چگونه ای که فالبینی چقدر گناه وزنین است، چقدر عذاب وزنین دارد، در برابر او خداوند خمر و قمار را یاد کرد که همه اینها از یک زمره هستند، از یک راه هستند. و رجسم خان، اینا پلید هستند. چگونه ای که جمعه پیشین من برای شما خواندم که رجس خداوند در قرآن فقط در بت پرستی و فقط در گوشت خوک رجس آوردگی هست. این چنین در برابر اینها قمار و عرق هم پروردگار رجس خواند. فاجتنبوه لعلكم تفلحون، باز تأکید کرد که از این اجتناب کنید، از این عرق دور باشید، از این قمار دور باشید، از پیش فالبین ها نروید که کافر میشوید، پیش بت ها در رفته عبادت نکنید، اینا پلید هستند. لعلكم تفلحون، خداوند برای شما نجات میدهد اگر از این حرام کرده ها دور باشید. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسير، خداوند میگوید که این راه شیطان است، عرق نوشیدن و قمار بازی کردن. شیطان میخواهد که همه شما را پیروی خودش گرداند، در بین شما جنجال و کینه را برپا کند،
با واسطه عرق و با واسطه قمار میگوید خداوند. و یصدکم عن ذکر الله، وقتی میگوید که شما که عرق نوشیدید پروردگار، قمار بازی که کردید، شما دیگر از ذکر پروردگارتان دور میمانید. و عن الصلاه، شما دیگر نماز پروردگار را نمیخوانید. فهل انتم منتهون، آیا شما بس میکنید یا نمیکنید؟ آیا از همین کردار ناخوب باز میستید یا نمیستید؟ وقتی این آیت که نازل شد، تمام صحابه ها انتهینا یا ربی گفتند، تمام کردیم پروردگار را، انجامش دادیم. پیغمبر خدا گفتند که حضرت ابو سعید خدری میگوید وقتی این آیت میگوید نازل شد، کان عندنا خمر لیتیم فلما نزلت مائده، وقتی که این آیت نازل شد، آیت مائده، نزد من یک خوم از یک یتیم پر از خمر بود. فقلت یا رسول الله، گفتم ای پیغمبری خدا، نزد من یک مقدار خمر وجود دارد، از یک مال یتیم است، با وی چگونه معامله کنم؟ پیغمبر خدا چی گفتن؟ احرقوه، برده در بیرون ریزیدش. یعنی اگرچه مال یتیمم که باشد، اگرچه اون زمان تجارت عرق حلال بود، خوردنش حلال بود، یعنی اگر وقتی آیت حرام شدن خمر که آمد، ذخیره مردم در خانه ها داشتند، پیغمبر خدا اعلان کرد که هر کی در خانهش ذخیره عرق دارد، برده در کوچه ها ریزد. گفتند امروز بعضی از برادران ما و شما اگر چی داشته باشند و نفروشند، دیگر پول و دیگر استفاده نبرند، و باید که نابود بگردانند. چگونه که صحابه های پیغمبر ظرفهاش شکستند و آب او را در کوچه ها ریختند، باید این معامله را تمام مسلمان ها انجام دهند. زیرا پیغمبر خدا میگوید اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه، هر وقتای خداوند چیزی را که حرام گردانید، پولی وی هم حرام میگرداند، پولش هم حرام است. لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الخمر عشرة، پیغمبر خدا گفتند خداوند در عرق 10 نفر را لعنت خواندند. 10 نفر را پیغمبر خدا لعنت گفتند. یکم کی هست؟ عاصرها، یکم کسی که همین عرق را تیار میکند، کسی در همین زواد عرق کار میکند و عرق استحصال میکند. پیغمبر خدا گفت اولین لعنت بر همون عاصرش است، کسی که این عرق تیار میکند. و المعصرها، دوم لعنت پیغمبر خدا باد گفت با کی؟ با کسی که برای خودش تیار میکند، زوادش برای تمام مردم تیار میکند. معصرها، کسی که برای خودش تیار میکند. این دم پیغمبر خدا لعنت گفتند. ساقیها، کسی که ساقی هست، کسی در یک معرکه می نشیند و ساقی می شود، در دست خود همون جام ها و پیاله ها و کدام نمودی ظرف نباشد میگیرد به مردم تقسیم میکند. پیغمبر خدا گو لعنت پیغمبر خدا باد بر همون انسانی که ساقی قوم است. و شاربها، چهارم لعنت پیغمبر خدا به کسی گفتن که نوشنده همین خمر باشد. کسی نوشنده هست، لعنت حبیب خدا بر او باد، گفته پیغمبر خدا خطاب کردن. دیگر لعنت پروردگار به کی هست؟ لعنت پیغمبر خدا. باعها، کسی که عرق را می فروشد، کسی عرق فروش است، اینها دم لعنت پیغمبر خدا آمدگی هست. مبتاعها، با لعنت پیغمبر خدا برکی است، با کسی که عرق را می خرد، خریدار او. حاملها، کسانی که در دستشان می بردارن عرق را. و المحمولة الی،
یا کسی که برای او برده می شود عرق را، و او هم رحمت نعلت است. کسی که در دستش می بردارد، کسی در دستش همان شیشه عرق را می قپد. امروز بعض جوانها در ما در خدچه ها می نویسند که وقتی ما اداره زکس میریم، در اداره زکس پیش از آنی که یعنی نکاح بسته شود، اونجا در دست ما هم قده های از همان عرق شامپان می دهند، می برداریم در دست ما، لیکن نمی نوشیم، فقط می برداریم و در اونجا اون نماینده ای که وجود دارد برای بخت اینها دعا می کرده است. برادرای عزیز، شما خودتان تصور کنید، شاید که سخن من برای بعضی از شما سخت‌ترم برآید، خودتان تصور کنید وقتی عرق در دست مثال همون جوان است، حالان که حامله ها پیغمبر میگوید لعنت پیغمبری خدا باد بر کسی که بردارنده همون پیاله است، بردارنده همون عرق است. بردارندش در لعنت گفت. وقتی لعنت بر بردارندش باشد، وقتی وی دعا میکنه در همون حالت، اون چی دعا باشد؟ آیا با همون دعا وقتی این انسان سفید می شود، زندگی این انسان با فیض و با برکات می شود، در حالتی که در اطراف نشستنی عرق پیغمبر خدا من کردند، در اونجا ملائکه های رحمت وجود ندارد، از کجا دعا قبول می شود؟ بردارندش در لعنت است، نمیخرد، فقط می بردارد. والمحمولة الی، با کسی که اگر وی می بردارد و برای خواه مغازه می برد، خواه کجایی که نباشد. علال خصوص امروز برادرهایی که صاحب همون ماشین های کلان هستند، اونها از اونجا برداشته و به این مغازه وقتی میارن تقسیم میکنن، اونها در همین لعنت داخل میشوند. محمولة الی، بردارنده عرق. حبیب خدا گفتند این سخن ما نیست. واهبها، پیغمبر خدا گفتند نهم طایفه ای که در لعنت است، کسانی هستند که عرق را به حیث هدیه برده میدهند به یک کسی، همچون هدیه تحفه میکنند، یا در جای پاره همون عرق میدهند. اینها در پیغمبر خدا لعنت گفتند. و آکل ثمنها، دهم نفری که در لعنت است، این کی هست؟ این شخصی هست که پول عرق را میخورد، از حساب پول عرق زندگی دارد. باور کنید انسان شعر میکند، حیرت میمانی که نخواه آدم مسلمان امروز دکان میسازد که در او عرق میفروشد، باز نماز میخواند. حیرت، نماز میخواند لیکن عرق فروش است، نماز میخواند لیکن عرق خور است. این نماز او البته به سر او زده می شود، این نماز قدر قیمت ندارد، این یک مسخره کردن است. خداوند در قرآن در سوره مائده به ما و شما میگوید و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. فقهای ما و شما میگن اگر یک برادر پیش شما آمد و گفت من یک دکان تیار میکنم، آیا مرا یاردم نمیکنی؟ یعنی با طریق مالی پولی یاردم نمیکنی؟ باید ما از او پرسیم تو چی دکان تیار میکنی؟ وای گوید که اگر دکان تیار میکنم که در او خمر فروشی میکنم، عرق فروشی میکنم، اگر شما در همو انسان یاردم کردید و در گناه برابر همو انسان حساب میشوید، در گناه برابر هستید، زیرا خدا در قرآن به شما گفته ایستاده است یکدیگرتان فقط در کار خیر و در کار خدا ترسی یاردم کنید، در کار گناه هیچگاه یکدیگر را یاردم نکنید. و خمر، عرق، این سبب عذاب قبر عرق نوش هست. کسانی که اگر در دنیا عرق نوشی کرده باشند، یکی از سببهای عذاب قبرم از حساب نوشیدن عرق است.
از حساب فروختن همون عرق است، از حساب نگاه داشتن عرق در خانه است. کتاب شمس الدین ذهبی حکایت میکند که یکی از صالحان میگوید ما تلی ولد صغیر، یک فرزند داشتم خیلی خرد بود، میگوید خیلی خردسال بود، از دنیا گذشت. بردم در قبرستان دفنش کردم. فرأیته فی المنام قد شاب رأسه، وقتی میگه در خواب دیدم این فرزند خیلی خردسالی که 4 ساله و 5 ساله بود، موی سرش مثل همون موی سری موی سفیدها واری سفید بود. وقتی میگه از این فرزند خود پرسیدم آخه وقتی که من تو را دفن کردم موی سری تو سیاه بود، این سفیدی موی سری تو از کجا پیدا شد؟ میگه این فرزند با طرف پدر گشت لقد ظفرت، وقتی که در پهلوی من یک مرد عرق نوش را قبر شکندند و او را در همین قبر آورده وقتی جایگیر کردند برابری در قبر ماندن. لقد ظفرت جهنم ظفرة بقدومه لم یبقى طفل الا شاب رأسه، میگوید جهنم آتش دوزخ چنان یک هجوم بالای این عرق نوش کرد که پدر در همین قبرستان هیچ فرزند باقی نماند که همون خردسالهایی که وجود داشت همه‌شان سرشان سفید شد از حساب همون علنگه آتشی که بالای این عرق نوش شد. عرق نوشی هم یکی از سببهای عذاب قبر انسان می شود. وای به حال انسانهایی که از دنیا عرق نوش می روند. دوره های عبدالملک ابن مروان در حکایت می کند، همین شمس الدین ذهبی در کتابش می گوید یک جوان نزد حضرت عبدالملک آمد ابن مروان، گفت ای شاه، گفت ای سردار، من گفت یک کسب خیلی ناخوبی داشتم، کسب قبر کندن داشتم، قبرها را می کندم و کفنهای اونها را می دزدیدم. امروز نزد شما آمدم، می خواهم که سؤال کنم که آیا اگر از این کاری که کردم به سوی پروردگار توبه کنم خداوند توبه مرا می بخشد؟ ان الله یقبل توبه من عباده و یعفو عن السیئات. حضرت عبدالملک گفتند اگر تو به سوی پروردگار توبه کنی از این گناهایی که کردی خداوند گناه تو را می بخشد. و این جوان میگوید با طرف عبدالملک گفتند من چند ساله که این کسب را کردم چی واقعه های عجیبی دیدم. گفتند چی دیدی؟ که برای ما خبر بده. میگوید این جوان با طرف این عبدالملک گشت و گفت باره میگوید یک قبر را کندم، نگاه کردم که چهره‌ای که به طرف قبله گرداندگی بود این انسان چهرش از قبله برگشته است و چهرهش به سوی زمین افتاده است. وقتی در این حالت میگوید این مرد را دیدم در حال میگوید ترسان وجودی من در یک ترس پیدا شد و خواستم از قبر بیرون شوم که صدای آمد آیا نمیپرسی که با چی سبب من در این حالت گرفتار شدم؟ میگوید وقتی پرسیدیم به چه حالت؟ گفت من در نماز بی پروا بودم، کدام وقتی میخواستم نماز میخواندم، کدام وقتی نمیخواستم نمیخواندم، به اهمیت در نماز بودم. میگوید بار باز یک قبر دیگر را کندم، نگاه کردم که با یک رشته های خیلی آتشین یک مرد در زمین بسته شده است و داد میگفت
وقتی میگوید این حالتم که دیدم خواستم از قبر بیرون شوم که باز سوال کرد آیا از من نمیپرسی که با کدام حالت من در این بلا مبتلا شدم؟ گفتم از کدام حالت بود؟ گفت من در باول، یعنی در پیشاب کردن و خودم را قاق کردن در احتیاط نمی کردم، تا این پیشابی من در همون پاچه های من میریخت. از این خاطر او خداوند در این عذاب مرا گرفتار کرد. و این جوان میگوید بعداً گریان شد، گفت یک واقعه دیگر دیدم که تماما از یادم نمی رود. گفت چی واقعه بود؟ گفت وقتی یک قبر را کشادم، خواستم کفن او را گیرم، نگاه میکنم که وای به منزله خوک خوابیده است و در گردن او میگوید چندین زنجیرهای آتشین بسته شده است. وقتی این حالت دیدم میگوید دیگر یک ترس کلان وجودی مرا فرا گرفت، خواستم بیرون شوم. گفت از حال من میپرسی که با کدام احوال، با کدام عمل من دوچار این احوال شدم؟ گفتم با کدام عمل؟ گفت من در دنیا عرق نوش بودم و در دنیا عرق را خوردم، توبه نکردم، پشیمان نشدم، با این حالت مستی مرا وارد قبر کردند. خداوند مرا به این حالت دوچار کرد. لیشربن اناس من امت الخمر، پیغمبر میگوید زمانی می شود که امتان من عرق را می نوشند، یسمونها بغیر اسمها، لیکن نام دیگرش میگذارند. میگویند این آب جو است، این آب گندم است، این آب خرما است، این آب مویز است، نام دیگرش میگذارند و نوشیدن میگیرند. پیغمبر خدا اینا از باب معجزاتش گفتند که زمان می شود که امتان من می نوشند، لکن نامهای خیلی دیگرگون در این عرق میگذارند. و جعل منهم القردة والخنازیر. در دوام حدیث متنش چنان می آید که زمان می شود که امتان من عرق می نوشند، نام دیگر می مانند و بالای سرشان هر گونه نغمه ها نواخته می شود، اونها استراحت می کنند و پروردگار و یخسف الله بهم الارض و یجعل منهم القردة والخنازیر. پیغمبر خدا گفت که بالای این گروه، بالای گروه کسانی که عرق می نوشند، نغمه و نغمات ها در اطرافشان برپا می کنند، رقاصه ها در پیششان می رقصند و اینها استراحت می کنند، زود است که پروردگار بالای سر اونها این زمین زیر و زبر می کند و یجعل منهم القردة والخنازیر، و خداوند اونها را به میمون و به خوک مبدل می گرداند. این حدیث از باب معجزاتش بود که این جوان این حکایت کرد که من در قبر این انسان در حالت همین حالت به خوک مبدل شدن او دیدم. چه یک شرمندگی هست. امروز نمی شود که همون ما و شما آن مبلغ هایی که داریم اقلا یک حاجت خانه در همین شهر بسازیم که از او هم ثواب دنیوی میگیریم، هم ثواب اخروی میگیریم، هم فایده دنیوی میگیریم، هم فایده اخروی میگیریم. اگر یک حاجت خانه به جای همون دکان ها و رستوران هایی که در او عرق میفروشند، در او حرام کرده ها را میفروشند، اگر تیار کنیم، آیا ثواب این بیشتر نیست؟ آیا نمی شود که اگر ما در همین شهر خودمان اقلا یک حمام بسازیم تا که هر یک آدم انسان علاهیده در همون حمام رفته آبازی کرده تواند؟ آیا نمی شود در همین شهرمان ما و شما اقلا یک تالار اسپارتی کشاده کنیم تا که همین جوانای ما و شما رفته در اونجا مشق کنند؟ این ثوابش بیشتر است از اویی که ما و شما یک دکان تیار میکنیم و عرق میفروشیم. ان الله قد حرم الجنة على مدمن الخمر والعاق لوالديه والدیوس. پیغمبر خدا گفتن به تحقیق پروردگار جنت را حرام گردانید. برای کی؟ برای سه طایفه. بوی جنت به مشامشان نمی رسد. اینا کیا هستن؟ یکم مدمن الخمر،
کسی که می نوش است، کسی که بردوام عرق می نوشد. بردوام گفتگی ده مدمن الخمر را عزیزان ما و شما تعلیل کردن که هو الذی یشربها اذا وجدها ولو بعد سنین. مدمن الخمر، عرق نوش، کسی را میگویند که اگر در 5 سال و 10 سال یک بار که نوشد وای مدمن الخمر هست. اگر در 2 سال ننوشید، یک بار رفت و نوشید وای مدمن الخمر هست. پیغمبر خدا گفت حرام گردانید جنت را خداوند با مدمن الخمر. کسی که اقلا در 2 سال یک بارم که نوشد وای مدمن الخمر هست. و دوم نفری که جنت برای او حرام است، پیغمبر خدا گفتن والعاقل والدی، کسی که نزد پدر و مادرش عاق شده است، کسی که پدر و مادر از او راضی نیست. کدام فرزندی که از دعای نیکی پدر و مادر برخوردار نشد، پدر و مادر راضی نکرد، پدر و مادر از او خفه هستند، او فرزند عاق کردگی هستند. عاق کردن شرط نیست که با زبان همون پدر گوید عاقت کردم. همون دلی که ناراضی شد، همون ناراضگی که در دل پدر و مادر که پیدا شد، خودش عاق است. وای پیغمبر خدا گفتن دویم طایفه ای که اصلا جنت برای اینها حرام گردانیده شد، جنت را میبینند، این کسی هست که نزد پدر و مادر عاق شده هستند، پدر و مادر از او راضی نیست. و سوم و دیوس، پیغمبر خدا گفتن دیوس هم وارد جنت نمی شود. البته وقتی ما و شما کلمه دیوس هم میشنویم خیلی ناراحت میشویم. چی کلمه ناراحت کننده ای هست که مردی که اگر دیوس باشد. دیوس نفری هست که هر کرداری بدی که در خانهش می شود در او راضی هست، در او هیچ مقابلیت نشان نمی دهد. چی دختری بی حیا دارد، چی بچه‌ای بی نماز دارد، پروایی ندارد، راضی هست. این گونه مرد دیوس میگویند. اینم پیغمبر خدا گفتند وارد جنت نمی شود. در بعض مکتوب هایی که نزد ما می آید می نویسانند که در همین مسجد شما نفرهای وجود دارند که عرق می نوشند، داملا باز نماز می خوانند، بنگ می کشند باز نماز می خوانند. پیغمبر خدا می گوید من کان فی صدره آیه من کتاب الله و صب علیها الخمر، اگر کدام انسان یک آیت قرآن در بالای سینش حفظ دارد، یعنی کدام اگر نمازخوانه هایی که آیت های قرآن شما حفظ میدانید، چی سوره فاتحه باشد، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، این شما همت از یاد میدانید، یا چی از سوره اخلاص باشد قل هو الله احد، یا سوره کوثر باشد انا اعطیناک الکوثر. بسیاری از برادرها برای نماز خواندن این سوره های کوتاه که هستند اینها را حفظ میکنند. پیغمبر خدا گفت در کدام سینه ای که اگر آیت قرآن حفظ باشد و صب علیها الخمر، اگر این انسان نمازخوان، این انسانی که حفظ همون آیت ها را در بالای سینش دارد، لیکن بالای اینها وقتی که عرق میریزد، یجیء یوم القیامت کل حرف من تلک الآیه فیأخذ بالناصیه. چه وعیدی سخت است. این انسانی که عرق می نوشد، بنگ می کشد، باز نماز می خواند. پیغمبر خدا گفتند این عرق هایی که در بالای این حرف های قرآن شما ریختید، روز قیامت اینها، این حرف ها، هر کدام اینها به جسم مبدل می شوند، به یک شکل مبدل می شوند. فیأخذ بناصیتی، از مویهای پیشانی تو می قپند. این آیت هایی که تو از یاد می دانستی. فیأخذ بناصیتی حتی یوقفه بین یدی الله تبارک و تعالی فیخاصمه. این میگوید کشان کشان میگیرد نزد پروردگار میارد این انسانی که در دنیا بالای اونها عرق ریخت. فیخاصمه، بالای او این آیت های قرآن
مخاصمه میکردند، دعوا میکردند. پیغمبر خدا گفتند فالویل لمن کان القرآن خصمه یوم القیامه، وای به حال کسی که قرآن بالای او شاهد شود در روز قیامت. وای به حال کسی که گفتن قرآن با او در روز قیامت این گونه معامله کند، وای نجات ندارد. برادرای عزیز، کسانی که البته این عادت داشته باشین، این ترک سازین، زیرا این قدر مهنت های شما، این قدر زحمت های شما همه بیهوده می شود. چگونه ای که آیتی که در اول من برای شما خواندم کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پیش از آنی که خدا میگوید نماز خوانید، شما اول شما از لقمه های حلال استفاده برید. لقمه های حلال استفاده بردی، بعد نماز بخوان، بعد عبادت پروردگار تا انجام بدی. یکی وقت تو عرق نوشیدی و بنگ کشیدی و باز نماز خواندی، این علاقه مسخره کردن بشه در دین اسلام. این مسخره کردن قرآن می شود. اعشا که یکی از شاعرهای خیلی مشهور عرب بود، در دوره های پیغمبر خدا حیات به سر بردند، میگوید روز به مدینه آمدند، از مکه مکرمه به نزد پیغمبر ما و شما بالای اشتر سوار شده آمدند. پیرانسال بودند. اعشا خیلی شاعر شناخته شده در بین همون مردم عرب بود. وقتی میگوید به نزدیک مدینه آمد، در راه یک گروه رفیقان او پیش راه او را گرفتند و گفتند یا اعشا الی این تذهبوا، کجا می روی؟ گفت الی محمد ان اسلم بیده، گفت میخواهم پیش محمد صلی الله علیه و سلم روم و با دست اون حضرت اسلام قبول کنم. رفیقانی نادرست که داشت، رفیقانی خیلی ناخوب که داشت، البته به البته رفیق بسیار یک رال کلان را اجرا میکنند. اینو بسیاری از همون جوانهایی که عرق نوش شدند یا بنگی شدند یا دوست شدند، اینها از همنشینی رفیقان میشود. پیغمبر خدا میگوید الرجل علی دین خلیلی فلینظر من یخالیل، انسان در دین رفیقش است، پرسان کنه که رفیق او کی هست. میگوید این رفیقاش چی گفت؟ اعشا گفت نرو، گفت پیش محمد نرو. گفت لما، چرا نرو؟ فانه یأمرک بالصلاة، زیرا گو وقتی تو مسلمان میشوی تو را امر بر نماز میکند، تو نماز بخوان میگوید. او خیر، خوب است نماز خواندن. پروردگار باید که انسان عبادت کند. و ما خلقت الانس والجن الا لیعبدوا، پروردگار عالم جن و عالم انس برای او آفرید که تا که در پیشگاه پروردگار نماز خوانند، عبادت کنند. این کار خوب است، کار بد نیست نماز خواندن. رفیقاش دید که نمی شود. فإنه یأمرک بأداء المال إلی الفقراء، گو میدانی که باز محمد برای تو وقت اسلام بیاری چه امر میکند؟ گفت چه امر میکند؟ گفت دیگر امر او این است که میگوید آدمهای فقیر اگر در همسایگی داشته باشی به اونها مال ده، اونها را از ملک خودت برخوردار بگردان. اعشا میگوید گفتم اینشم کاری خوب، دست یک فقیر گرفتن البته نیک است، ثواب است،
خداوند ما را به طفیل همون فقیرها مال دادگی هست تا که ما مالدار شویم و از اونها هم فراموش نکنیم. فإنه یأمرک بترک الزنا. دیدن که این سخنشان هم تأثیر نکرد. گفت این محمد صلی الله علیه و سلم برای تو امر میکند که دیگر زنا نکن. اون زمانها زنا کردن هم خیلی رواج داشت. برای آدمی بیدین و بی توفیق همه زمان در زنا درست است. برای آدمی که از خدا نترسد همه زمان در زناش کردن بگیرد، چی زمانی ما باشد چی او زمانهای پیشین باشد. گو محمد تو را امر میکند که زنا نکن. اعشا میگوید گفت این شمکاری خوب گفت. زنا گفت خودش پلید است. منم 30 سالم به جای رسیدم دیگر قوت زنا هم ندارم. دیدن که از این سخنم نجات نیافتند. گفت فإنه یأمرک بترک شرب الخمر. گفت محمد تو را امر میکند که دیگر عرق ننوش. وقتی میگوید این سخن را که به اعشا که پیشنهاد کردن، اعشا که بسیار عرق نوش بود، در حال نگه در جاش نشست، از اشتر پایان شد و میگوید در زمین نشست. گفت از این کار گفت باز ایستاده نمیتانم. یعنی وقتی که او از مکه که بیرون شده بود به نیت اسلام آوردن، یک قوت خیلی زیادی داشت و شیطان هر راه ها را استفاده میکرد او را باز داشته نتوانست. وقتی که گفت من از این کار باز ایستاده نمیتوانم، در حال میگوید شیطان در وسواس در آمد، یافت جای ضعیفی اعشا را یافت. در حال در وجود او در آمدن گرفت که خیلی امسال پیش محمد نرو، سال آینده می آیی، امسال رو چند قدر می توانی با سری همون عرق نوشیدن بگیر، سال دیگر بعد می آیی و بعد به محمد ایمان می آری. البته شیطان این گونه وسواس ها می کند، ولی شاید که بعضی از برادرها شنوند یکی گویند که خیلی بعدا توبه میکنیم بعدا توبه میکنیم گفته. یعنی این الک وسواس شیطان است، چگونه که در سوره حشر كمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما كفر قال اینی بریء منک اینی اخاف الله رب العالمین. شیطان انسان وسواس میکرده است. وقتی انسان کافر که میشده است، بعد شیطان چی میگفته است؟ میگفته است من از تو بیزار هستم، من از پروردگار خودم میترسم. یعنی انسان وقتی کافر میکند بعدا میگفته است من از تو بیزار هستم. ببینید حتی از کافر، حتی از آدم عرق نوش، از آدمی که از خدا نمیترسد، شیطان بیزار میگه اینی بریء منک. شیطان در حال جای سبکی اعشا را یافت، وسواس کردن گرفت و در خاطرش گذشت خیلی گفت سال آینده می بیام بعد توبه میکنم. میگوید بالای اشتر سوار شد، نیتی که کرده بود چی نیتی نیک بود. وقتی میگد اشتر را گردان باز به سوی مکه مکرمه، یک چند میگد قدم رفت که فسقط عن بعیره و کسر عنقه فمات. میگد یک چند مقدار رفت، به ناگاه میگوید از بالای اشتر میگد در زمین زد و گردن و شکست، در حال میگد جان تسلیم کرد. بین در حالت آمده بود که اگر به همون حالت میرفت شاید در راه اگر جانش خداوند میگرفت وای در راه خیر بود، وای در راه اسلام بود و یک درجات می برد. لیکن وقتی که از نیتش برگشت و گفت سال آینده توبه میکنم، سال آینده پیش محمد میام، الله که جان میگه به حق تسلیم کرد. در حالت مرد که الله که وای توبه کننده از عرق نبود. این قصه هم برای ما و شما باید یک قصه عبرت شود.
که ما و شما به فردا و به روز دیگر نگذارید، زیرا دیر می شود. الحال برای ما و شما ساعتی توبه کردنش است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان عاقبت همه ما بندگانت را به خیر بگردانی، مراد و مطلوب هامون خدای مهربان حاصل بگردانی و از این حرام کرده خودت خدای مهربان ما را دور بگردانی و توفیق حلال خوردن و حلال نوشیدن را بر همه ما بندگانت خدای نصیب و روزی بگردانی. آمین یا رب العالمین. اینجا چند برادرها در حقشان دعا میکنیم. برادر حاجی عبدالجلال از امین اکای عبدالجلال از امین دامنکو خیر کردن، مبلغ هاشون شرط نیست خیر نامگیر کردن. برادر حاجی محمد علی از همین مسجدی خودمان و یک برادر دیگر از کوچه زواد در دست وکیل یک مبلغ دادن برای آبادی مسجد. و یک برادر دیگر دیروز یک حاجی را ما زیارت کردیم که گفتن نام ما را نبرید و هم خدا برکت شد، یک یاردم خوبی در همین مسجد کردن. و یک خواهر دیگر هم دیروز از دوشنبه یک مبلغ معینی روان کردن برای همین آبادی مسجد که در حقش دعا کنیم. و یا دادرهاش هم اولادن هم که چندین بار خدمت ها کردن، یاردم کردن، باز خود همین خواهر خودش مبلغ الهی در روان کرده است. برادر من شریف خانم در همین مسجد یک پرزنت آوردگی بوده است. یک برادر دیگر سفرعلی وکیل دادرشان از دوشنبه یعنی کرسکه روان کردن. و برادر من رحیم از دوشنبه اینم کرسکه روان کردن برای همین مسجد. و برادر حاجی تلبیشه و حاجی محمد علی یک دو پیچکه برای همین مسجد خریدن که برای گرم کردن. و کودکی رو با ماشین زده است، در حق آن کودک دعا کنید. انشاءالله دعا میکنیم. و اینجا برادر دیگه میگه 100 دانه قربایی ها آوردن برای طهارت کردن، اینا گفتن در حقشون دعا کنیم. اینجا برادران عبدالغفارم گوشت فروشی که در بازار است، اون برادرم گفتن در حق من دعا کنید. و یک چند برادرای دیگر از سفر مسکو داشته هم با دست این برادر استا غیرت برای ما خبر دادن که دعا کنیم که سفرشون خداوند به خیر بگرداند. خدای مهربان این بنده هایی که نامگیر شدن هر مراد و مطلوب هایی که دارن خدایا با فضل کرم خودت مراد و مطلوب هاشون خدایا حاصل بگردان. و این طفلی که الحال در صدمه دچار شده است خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزی بگردان. آمین یا رب العالمین. انشاءالله جمعه آینده سوال هایی که هست جواب میگیم و کمی در باب همین خمر اگر وقت شود صحبت میکنیم. نشد انشاءالله سوال هایی که خیلی زیاد شدن دیگر سوال ننویسیم، زیرا خیلی سوال های هست که اونا را اگر در 3 جمعه و 4 جمعه ما جواب گفتن نمیتونیم. برای همین سوال نویسی بس است. همین روز کسی که نویسانده سالا که قدر سوالی زیاد آمده است همین ها را جواب میگیم، بعدا انشاءالله باز از پای موضوع های خودمان میشه. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب صلاة محمدا الوسيلة والفزيلة درجة العالية الرفيعة وابعثه مقام محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله المليك العزيز الغفار العزيم الكريم الجليل الجبار الذي ليس كمثله شيء وهو الواحد القهار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ونشهد أن لا إله إلا الله خالق الليل والنهار. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار، خصوصا على الإمام الهمام أول الصحابة وأفضلهم أمير المؤمنين أبي بكر الصديق الذي نزل في شأنه ثاني اثنين إذ هما في الغار. وعلى الإمام الهمام أعدلهم أمير المؤمنين عمر الفاروق الذي نزل في شأنه ينفقون أموالهم في الليل والنهار. وعلى الإمام الهمام أحلمهم أمير المؤمنين عثمان ذي النورين الذي نزل في شأنه الشداء على الكفار. وعلى الإمام الهمام أشجعهم أمير المؤمنين علي الرزي الوفي نزل في شأنه والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وعلى الإمامين الهمامين الفاضلين الكاملين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه هو الغفور الودود الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. إله آمين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك.